نکته‌ای که باید دوباره بگم این که ما به صورت پروژه‌ای کار میکنیم، یعنی یک مثال میزنیم، یک تمرین با هم حل میکنیم، تو حین تمرین حل کردن با تمام المان ها و فانکشن ها آشنا میشیم. تو تمرین بعدی میخوام یه ماشین حساب بسازیم. تو حین ساخت این ماشین حساب ما با نامریک ها، بولین ها، استرینگ ها، کلاسر ها، اری ها و استراکچر ها آشنا میشیم. بریم با هم یه نیو پروژکت بگیریم. یه نیو پروژکت میگیریم. تو قسمت فرانت پنل ما باید یک کیبورد داشته باشیم، یه صفحه استرینگ، ایندیکیتور استرینگ داشته باشیم. توی اون کیبوردمون باید تمام اعداد و عملگرها قرار داشته باشه، یه دکمه کلیر داشته باشیم، یه دکمه ریزالت داشته باشیم دیگه، درسته؟ ما برای اینکه بخوایم دکمه کیبورد رو بسازیم احتیاج داریم که یک مجموعی از کیبورد داشته باشیم دیگه. تو این مواقع باید بریم از کلاسترها استفاده کنیم. تو دیتا کانتینرز ها یک گزینه وجود داره به اسم کلاستر، مجموعه کردن. ما هر چیزی رو بخوایم مجموعه کنیم از کلاسترها استفاده میکنیم. کلاسترها اینجوری هستن که تمام اعضایی که داخلشون قرار میگیره با خروجی که به اون نسبت داده میشه باید از یک ماهیتشون از یک وریبل باشه. مثلا ما اگه اینجا عضو اول کلاسترمون بولینه، باید خروجی اونم حتما بولین باشه. اگه استرینگه، عضو دوم این کلاستر تو زمان خروجی هم باید استرینگ باشه. حالا وقتی ما یک عضوی رو به این کلاستر به ترتیب وارد میکنیم، اون عضو میشه شماره میگیره، یعنی مقدارش تعیین میشه. ما الان فکر کنید 3 تا عضو میذاریم با 3 تا وریبل متفاوت، بولین، استرینگ، نامریکه. خب ما اگه کنار کلاستر راست کلیک که بکنیم، یه گزینه ری اوردر کنترل داره که این میاد شماره اعضا رو مشخص میکنه. میبینید 0 1 2. قسمت سفید حالت اولیه این وریبل رو نشون میده. وقتی ما بیایم از اینجا، یعنی الان ما میخوایم اینو صفرش بکنیم یا مثلا میخوایم یکش کنیم، اینجا بنویسیم 1. الان اگه من رو این بزنم، خب رو این کلیک بکنم، کلیک چپ که بکنم، این میشه 1. ببین قبلا 2 بوده الان شده 1. این قبلا 1 بوده الان شده 2. جابجا میشه. این عضو دوم این کلاستر شده. این چه کاربردی داره؟ مثلا اینو الان ما اوکی کنیم. ببینید ما وقتی اگه بخوایم تو قسمت بلوک دیاگرام بخوایم از این کلاستر استفاده کنیم و خروجی‌هاش رو ببینیم، خب اعضای اون کلاستر باید بهش دسترسی داشته باشیم دیگه. الان من اگه این ایندیکیتور اینجا بگیرم از کلاستر، ایندیکیتور چجوری میگیریم؟ میایم تو کریتور، یه ایندیکیتور میزنیم بهش. ببینید متناظر هر کدوم اینا این سمت رو ما الان خروجی داریم هروش. یعنی اگه اینجا عضوش، اینجا که عضوی که وجود داره اینجاش استرینگه، دقیقا اینم متناظرش میشه استرینگ. ما نمیتونیم بیایم اینو بریزیم داخل این، به ما ارور میده. چرا؟ چون متناظر نیست دیگه. این ورودی خروجی این با هم متناظر نیست. حتی اگه عضوم جابجا بکنیم، یعنی اگه من بیام اینو پاک کنیم، بیام یه توی کانتینر رو یک کلاستر بیاریم، این کلاستر رو بیایم از جنس ایندیکیتور در نظر بگیریم. ببینید الان عضو اولش نامریک بذاریم، اینم نامریک بذاریم، یه دونه نامریک دیگه هم بیاریم. یه کاری که میتونیم بکنیم وقتی اینا رو آوردیم روش راست کلیک که بکنیم، میتونیم یه آتو سایزینگ داره که میخوایم ارنج کنیم هوریزونتال باشه ورتیکال. مثلا الان من ورتیکال انتخاب کنم، خودش میاد برای من این کلاستر رو مرتب میکنه، یه نظمی بهش میده، یه سایزی برای این ببینیم. مثلا اگه بخوام اینو بیام اتو سایز هوریزونتال بکنم، میاد به این سمت برای من یه نظمی کلاستر میده. الان نگاه کنید ما 3 تا عضو از این داریم که 3 تا عضوش جنسش ایندیکیتورش نامریکه. خب من الان اینو وقتی بخوام بزنم به این
می‌بینی داره به ما خدچین نشون میده. چرا؟ چون اعضای این با اعضای این یک به یکش درست نیست. ما باید دقیقا اعضایی که توی کلاسترمون داریم میخوایم ازش ایندیکیتور بگیریم حتما یکی باشه. و نکته دیگه ای که وجود داره، ما یا باید ورودی بگیریم یا باید کنترلی بگیریمش یا باید ایندیکیتور بگیریم. نمیتونیم داخل این یه دونه ایندیکیتور قرار بدیم، بعد این سمت یه دونه کنترلی قرار بدیم. ببین وقتی من میذارم داخلش، خودش ناخودآگاه اینو کنترلی میکنه. اولین عضوی که وارد کلاستر میشه ماهیت کنترلی یا ایندیکیتوری اون رو تعیین میکنه. خب با کلاستر آشنا شدیم، بریم حالا کیپدمون رو درست کنیم. کیپدمون رو با هم بکشیمش. کافیه که بریم داخل کلاستر، یک کلاستر بیاریم، اسم کلاسترمون رو بذاریم کیپد. این اسم توی فانکشن‌ها خیلی کاربرد داره، توی بلوک دیاگرام بسیار کاربرد داره که ما بدونیم دقیقا اسمش چیه و کجا داریم کار میکنیم. اما اینجا چون الان ما باش کاری نداریم و به صورت ویژواله، میتونیم روش لیبلش رو دیزیبل کنیم. ما اینجا دیگه با این کار نداریم دیگه، اینو میدونیم دقیقا حالا به صورت شکل ظاهریش چیه و کاربرد نداره. تو بولیانا یه دکمه صفر و یک احتیاج داریم که وقتی این دکمه زده میشه حالا یه اتفاقی براش بیفته دیگه، یه خروجی به ما بده. میایم از اوکی باتام استفاده میکنیم. بریم اینو بکشیمش. این شد کیبورد ما که یک مجموعه است. ما الان یک مجموعه، یک کلاستر داریم که کیبورد ماشین آسا ما هستش. حالا باید یه دونه استرینگ به عنوان ایندیکیتور بیاریم که نمایشگر اون باشه. تو سیلور من میرم از سیلور یه استرینگ ایندیکیتور بیارم، قرارش میدم این بالا به عنوان ریزالتمون دیگه. حالا ریزالتمون رو باید توی یه چیزی نمایش بدیم. اینم حالا میذاریمش اینجا، اسمش هم میذاریم ریزالت. از لیبل هست. ما الان یه ریزالت داریم، یه کیبورد. درسته تا اینجا.